اه متین آخ چته بیشور سرم درد تو گرفت. چرا انقدر زخمی مرتی که تو چرا لختی داداش؟ اینجا سیکس پک ای جانم ای جان. وات داداش باز بیاد. به تو فقط پاره پوره ای وضع من خیلی خرابه من اینجا حاجی من چرا وات سولاخ چیه موزه وات دو مثلا حاجی پورتال نداره. پورتال نداره فقط خیلی عجیب تره وری عجیب. الان کرانگ آبسیدیان اینجا چی میگه من یه سوال دارم. اصلا این بونه اینجا چی میگه؟ الان این از این آویزونکی ها اینجا چی میگه؟ اسمشونو یادم نمیاد. واین بود فکر کنم ویپینگ ویپینگ واین. خب اصلا یه سوال دارم چه بلایی سر ما اومده این چیه اصلا چرا آیتمام کلیر شده من سروایور هاردم داشتم عشق میکردم تو اومدی منو بیدار کردی من چه میدونم چه خبره. آه راستی تو هم سروایور هارد دیدی صبر کن اصلا چه اتفاقی تو اینجا افتاده چرا این درخت اینقدر کوچولوه خب مثل اینکه فعلا باید اول برای یه نکته این کارا اول باید من دیشب رو تختم خوابیدم چجوری الان رو زمین بودم؟ حاجی منم دیشب رو تختم خوابیدم چرا من انقدر زخمی ام چرا درد میکنه بدنم احساس کنم که یکی دیشب اومده بالا سر حاجی باشمام چه میزنی؟ الان باید چیکار کنیم؟ باید سروایو کنیم؟ فکر کنم فعلا باید بریم بفهمیم چه خبره اینجا فکر کنم اول باید یه ویلیج پیدا کنیم که چی بشه؟ بریم بپرسیم اونجا چه خبره اصلا این جهان چیه اصلا با این لباسا چی بریم ورد اونجا چیه؟ حتما میندازنمون بیرون. به اونا چه خب ما گناه داریم زحمت تا اون موقع یه لباسی هم دست راجر بگیرم افغان مردم گیره وای حاجی زمستون هم هست سرده با اینکه زورم سرده نه فاقد اهمی خوب بود میگم حالا یه چی بگم ما چرا اینقدر داریم چوب میکنیم جون باسن جون نکن یعنی چی بابا حالا یه بار ما لختیم دلمون خوکم خواهان باسن برو من مادر فقط یه سوال دارم ها چرا تو تنها چیزی که برات مونده یه ذره تنبونه با یه ذره کلاه؟ حاجی من چرا؟ تو جنگ سختی بودم معلومی با چه جونوری داشتم نکن یارو اومده بالا سرت تو درخت و تو خیلی مقاومت تو مثل کردی. اینکه مقاومت نکردی تو گذاشتی راحت تلمبه بزنی حالا اینا چی کرده تو که سوراخه؟ چه که رفتی تیبر خوشگله چقدر خوشگله چرا گوشت خوک این شکلیه چه شکلیه؟ من یه چیز دیگه اینجا میبینم. هی ببین یه کاری حاجی چرا اینا انقدر تغییر کرده چی شده؟ قدیمی شده انگار مثلا مثلا به اندازه دوتامون سنگ بکن. اوکی الان میام حاجی الان ما باید چیکار کنیم باید بریم یعنی دراگون رو بزنیم من قبلا سروایو کردم اصلا اینطوری نبوده مثلا لخت بیداشم بعد کنارم درخت کریمزون تو اوورورد باشه این دیگه وری منطقیه خیلی فکر کنم باید بریم واقعا یه ویلیج پیدا کنیم جواب سوالامون رو بگیریم این بپرسیم ازشون. آره دیگه زبون ویلیجرها رو بلدی؟ تو میکروفون سرفه کنم. زبون ویلیجری من بلدم ها فقط کافیه بری ازشون دزدی کنی 100 نفر زبونشون آدم میشه میندازن دنبالت میگن مشکل داری ای خدایا میگم من یه سوال دارم من چرا لختم باز حداقل من سولاخم فقط یه سوال این چیه؟ وات سندستونه فکر کنم شمشیره رو بکنم نه چیز یعنی سلام میگم من تا پیککسم خراب نشه بس سنگ کردن ادامه میدم بیکار من گفتی انداز جفتمون خب خیلیه اینقدره حاجی الان خب ما باید چیکار کنیم خب ما لباس از کدوم گروه بیاریم سردمه من الان باز تو فقط یه وقت لباس اضافی داشته باشن لباس ویلیجر بپوشیم حاجی چه حالی میده کار تموم شد آره بچه کونی
سلام. برو کنار. نه این بلایی که سرم آورید سرت اومد. قبول نیست، من اشتباهی افتادم. الان برای جفتمون پیککس سنگی و اینا میسازم. مهمترین چیز سورده ها، سورد. آره الان فعلا ما نمیدونیم این جهان چیه و چه خطراتی مقابلمون ببین هست. چرا مهمترین چیز سورده؟ چون تیز راحت فرو میره. چه صافت خونی ماره. دوستان عزیز همکنون دارم موز میخورم. حاجی فرنیساش چرا تغییر کرده؟ احساس میکنم حاجی. احساس میکنم تو خیلی احساس میکنی. آره پشمام. اینقدر احساس نکن. نه اینا احساس درست میکنی. حاجی چقدر سردش کده. سورد بده. ببین چقدر من عکسش چرا شکل دایره است؟ آره عکسش شبیه فیلمه. حاجی من فکر میکنم این خیلی مشکوکه. رود چوبیش چطور از طریق این بریم ندر؟ ولی من از ندر اینجا میترسم نمیدونم چی در انتظارمونه. اوکی من همینجا فندک میزنم میرم. بذار برم یه فندک اوکی کنم. احمد کرانگ obsidian. متین یه سوال دارم ازت. ما الان چه گویی بخوریم؟ فقط یه سوال دارم. چرا من الان سیاه شدم؟ منم زخمی هم میبینی؟ سیکس بک. بابا ولم کن. میبینی من چقدر قدرت دارم؟ قدرت. ببین حاجی یه سوال دارم. ها. چون اینجا دیک ساخته شده. کو سرشم سرش سفیده داداش. اینا دیرت کن. نگاه دیرت. ای جان. فقط اینم یه درت بذار. ندارم. برو بکن. به من چه؟ تو زمین درت نیست. نمیدونم چی کار کنم. ولی حاجی واقعا فکر کن یه مپی بری که رو زمینش هیچ درتی نباشه. واقعا چیکار میکنی؟ برادر من هیچ تأثیری نداره. پای همینجا بذار بمونه. خب این نماد ما هست. منم این بالا. فقط من میگم یعنی تو این جهانم باید بریم اونجا دراگون بزنیم. اونی که سگ مست بده. حاجی چقدر پینک خوبه. شب شد. یا رفتیم تخت نداریم. وای یارو چیکار کنیم؟ حاجی تو احساس نمی‌کنی یه ذره حالت بده؟ من حالت تعبو دارم. من اهمیت نمیدم. بیا فقط بریم سریع گوسفند پیدا کنیم بگیریم بکن شیمش. بیا جانمونی کجا رفتی؟ من خدا تمشیدم. حاجی من حالم خوب نیست. من یه ذره فقط سرم درد میکنه. هرچی هوا تاریک‌تر میشه حالم بدتر میشه. نه داشتم. What the fuck؟ یاسین جان. آقا یاسین جان. آقا یاسین جان. تو کی هستی دیگه؟ متین چرا این شکلی؟ تو کی هستی متین؟ نمیدونم واقعا خودم چی بود. ببین چرا تکون میخوای؟ یه جا وایسا. یعنی چی؟ مردی که هیولا شدی؟ ببین من نشستم جوک تعریف کردم یادم اومد تو بیهوشی. خیلی منطقیه. پلیجر منو زد بیهوش شدم. روبا چرا الان من یه جوری شدم انگار خیلی دلم میخواد روباها رو بکشم. منم همینطور. حاجی فقط چرا امرالد داد؟ حاجی منو ببین چقدر میپرم. واه پشمام. استرنج داریم. اسکلیت فانتوم اسکلتون رو وان تپ کردم. کریپر فانتوم کریپر میتره که ولی کریپر بازم درخت بکنده. ویچ هم کشتم. بنازم ما چقدر خفنیم. بیا شکرم رو بگیرش تو گرددیت بشم. تو مرغه دیکمون. حاجی من خیلی به این ندریه شک دارم. چرا من اینجا بیدار شدم؟ تو منو آوردی؟ من آوردم. خودت اینجا بیدار نشدی؟ اصلا تو خوابت برد؟ نه فقط حالت بد شد. خوبه. بعد تو چجوری تبدیل شدی؟ بعد تو که بیهوش شدی حاجی من فهمیدم چرا لباسامون پاره است. چرا؟
بو حاجی استنج داشته باشیم بو هم دمیج بیشتری نه. میده. بزن یا 4 اچ پی کم کرد. خوبه. یا کن تو که بیهوش شدی. خب یه زامبی افتاد دنبالم. خب حاجی نمیدونستم چیکار کنم. یهو سرم درد گرفت دیگه. یهو دیدم این شکلی کنم. وان تبشیم ناله کنی. ناله کنی. حاجی پلیجرها رو چیکار کردی؟ پلیجر سوال حاجی گرگینه این؟ حاجی دقت نکرده بود. روبا کشتمش. به به چه خوشمزه بود. فقط گشنگیم بستم. میخواستم بخورمش. میگم همدیگر هم خدا رو شکر میل نداریم بخوریم. پلیجرها رو کشتی؟ یا بریم پیداشون کنیم؟ پلیجرها رو کشتم نه. از چجوری تو رو نجات دادم؟ ای حاجی مسموم هم میشیم. حاجی گاف چرا با سورد دارم میزنم؟ دلیلش چیه؟ نمیدونم. دلیلش من الان قدرت دارم. حاجی یعنی روزا دوباره آدم میشیم. حاجی فهمیدم چرا وضع من اینقدر وضع من خرابه. فقط نمیدونم چرا لباساتو دوباره برمیگرده. پس مثل اینکه تمام. حالا یه چی بهت بگم چرا لباسات الان نیست؟ حاجی مثل اینکه این بدن پارگی من به خاطر گرگینه بودن نیست، چون لباسامون برمیگرده. دلیلش چیه؟ فکر کنم یکی منو تیکی پادر کرده. یه نفر حاجی نه داداش فکر کنم ما فراموشی گرفتیم. فکر کنم نه داشت من تو قبلش همه چیشو یادمه. من یادمه داشتم سروایول خودم رو بازی میکردم. خب بعدش چی شد؟ من خوابیدم اینجا بیدار شدم. نمیشه همچین چیزی. رفتم خونه خوابیدم رو تختم یا دیدم اینجا تو اومدی صدام زدی. دقیقا همینه. نه داداش نه راستش میدونستم خیلی دوستم داری. میدونستم. میگم متین ما الان چیکار باید بکنیم؟ به نظر من حاجی باید یه ویلیج پیدا کنیم. ما الان 2 تا گزینه داریم. یکی این که اگه ما گرگینه باشیم، چون هنوز معلوم نیست چی باشیم، اگه گرگینه باشیم وقتی روز بشه روز میشیم. اندرمن هیچ گویی نمیتونه بخوره. اندرمن گوسفند مال منه. خودم زدمش. تو منو زدی بیشور. کریپر ایول کشتمش. اندرمن ناله کن کجایی؟ جرأت داری بیا. میخوام انتقام همه هاردکورا رو ازت بگیرم. گوشت زامبی خوشمزه است حاجی. بغل مسموم میکنه. خیلی خوشمزه است. داشت بیا اینم بخور. بیا اینو بخور. خیلی منطقی. میگم جان به نظر من میگم بریم تو این ندره. بریم. با اینکه ازش میترسم ولی بریم. آتیشش درد داره. موسوزه. آتیشش. خب الان ما چه گوی بخوریم؟ نمیدونم. میگم چطوره؟ داشتم میگفتم ما 2 تا گزینه داریم. خب این همینطوری که داریم پلی میدیم بهت بگم. خب 2 تا گزینه داریم. یک این که اگه گرگینه باشیم وقتی روز بشه تبدیل به آدم میشیم که این واقعا بده و اون موقع هیچ تخی نیستیم رسما، ولی مهم اینه که اون موقع روزه و هیولایی چیزی نیست و بمیر. ناله کن بابا ناله کن. اگه گرگینه نباشیم تو رو دارم میزن ببخشید. ولی اگه گرگینه نباشیم و روز همچنان گرگینه بمونیم، یعنی روز همچنان این شکلی بمونیم خیلی خوب میشه. واقعا عالیه. ولی به نظر من گرگینه حاجی فقط من احساس میکنم ما خیلی داریم به اطرافمون واکنش نشون میدیم. تا یه نکته جالب هم هست. خیلی داریم وقت رو تلف میکنیم. واقعا بهتر بریم ماجراجویی شروع کنیم. سریعا بریم سراغ یه ویلیج، دنبال ویلیج بگردیم. فقط من سرم درده حاجی. دقیقا مثل دیشب شدم. نکنه میخوای آدم بشی؟ نه داری آدم میشی؟ نه. داری تبدیل میشی؟ نه. صحنه تبدیل شدن تو ببینم. تبدیل وای برو گوشه بشین ناله کن.
آی آی تو سر درد میکنه؟ آجی چرا من اینطوریم؟ من اوکی. اما بیشور آخ بیشور نفن بودی احساس کنم زدی سرم درد گرفت بیشور. آی چه نکته چرا سرم داره گیج می‌کنه؟